سلام بچه‌ها. امروز می‌خوایم چالشی رو انجام بدیم. می‌خوام به چند تا از رفیقام زنگ بزنم، یه سوالی رو ازشون بپرسم، ببینیم جوابشون چیه. اولین کسی که زنگ میزنم حامد برزگری. سلام حامد جان، چطوری؟ خوبی؟ سلام، خوبی؟ قربونت فدات. حامد جان دارم یه چالش میگیرم، یه سوال میخوام ازت بپرسم. حامد، بزرگترین ضربه زندگی تو از کی خوردی؟ چه سوال سختی. خب بگو دیگه، هر جوابی داری بگو. خب اگه بگم اینجا تو زیاده، ولی خب بیشترین حالا که برام فکر کنم بیشترین آسیب و بیشترین صدمه‌هایی که خودم تو زندگی از رفیقام بوده. از رفیق خوردی؟ آره، هر چند که رفیقای خوبم خیلی داشتیم ها، خیلی هم نداشتیم، ولی همون چند تا رفیق ما رو نمیدیم بر همون چند تا رفیق که دلمون هم شکندن باعث شده یه جایی از زندگی عقب بیفتیم. حالا تو خودمون ساختیم. خب یه جمله بخوای به رفیق، یه جمله‌ای بخوای به رفیق بگی رو بهم میگی؟ رفیق به کدوم رفیق؟ و هر کدوم که ازش ضربه خوردی. راستم بگم که ببین تو نزدیکترین آدم به قدر رو هم بودی، خندرت نزدیکتر هم دشمنان که ایجاد نمیدونستن به من نزدیک باشن، ولی تو خندرت بیشتر قرار شروع رفتی باید چون تو نزدیکترین آدم. به به آقا جان حامد مرسی، دمت گرم داداشم، یه عشقی. رو به قول معروف کردی کبابم، راستیتش محترس‌ها بود یه جاهایی به موقع و تو دیدیم که سرطون رنگ‌های دیگر گرفتیم ما که واقعا از رفیق برم خوردیم. حالا دستان دیگه نمیدونم نظرم من بود میشه نهارده نادم همیشه از نزدیکا میخورم. من از رفیقم خوردم. از رفیقت خوردی؟ یه جمله ای چیزی داری به رفیقت بگی؟ 12 سال 13 سال بخورم. داشت جمله‌ای داری بهش بگی به همون رفیقت یا به نزدیکانت که یک داداش بخواه بینشه چه؟ بعضی اوقات میگم نزدیکترین آدم ها خب نزدیکترین آدم ها به کاری میکنن که قلب جوری میشکنه یه حرفی میبینی آخر چی میخوایی بگی؟ البته همه رفیقا بد نیستن، مهم اینه که تو خودت چه کسی رو به عنوان رفیقت انتخاب میکنی. اون که تو شرایط ضروری تجیب گذاشت جمون کنارت بگوش رفیق، بقیه آشنا همین تو فرستشونی واسه یه کار داشتنی.